آموزش تعویض بوبین و کلاج سر کمپرسور کولر 206 و 207 درجا بدون اینکه کمپرسور رو باز کنید. بیا جلو. اول سینی رو باز میکنی. 4 تا پیچ سایز 13 جلو داره، 2 تا پیچ سایز 16 عقب داره. سینی رو که باز کردیم یه چرخ رو باز میکنی با بوکس 19 4 تا پیچ داره، چرخ رو در میاری. شلگیر 2 تا پیچ ستاره‌ای یا تی سایز 20 داره اینجا باز میکنی. یه دونه خار اینجا داره، یه دونه خار اینجا داره، بهش میگن خار آمپولی. اینو باز میکنین، شلگیر میبره عقب، شلگیری میدی بره عقب پشت دیسک، اینجوری خودش میمونه. حالا میای اینجا یه دونه مهره سایز با چارخور 14 داره، این مهرشه، این مهرشه. باز میکنی یه دونه واشر تنظیم هم زیرش داره، اینو که باز بکنی زیر این کلاج داره. این مهره رو که باز بکنی این در میاد. اینجا این زیر یه دونه واشر داره که این قسمت به این صفحه که به اصطلاح کلاج میگم بهش نچسبه، چون دائم این داره میچرخه. حالا بعد اینکه این مهره 14 رو باز کردیم، اینو که در آوردیم یه دونه خار اینجا داره، باید با خار باز کن، خارشو باز کنیم. اینه خار باز کن. که خار رو باز بکنی اینو آروم اینجوری بکنی، اگر گیرپاژ نباشه در میاد. بعد یه دونه خارم این ته داره، اینم خارشه، اینم با خار باز کن در میاری. این حالا من قبل باز کردم، این بوبینو راحت در میاره. فقط موقع نصب باید حواست باشه که این زائده روی بوبین بیفته این تو. نگاه کن، این زائده رو میذاری اینجا اینجوری که به چرخون، این الان جا رفت. حالا خارشو میذاریم جا. بعد این قسمتی که پولی تسمه دینامه رو جا میذاریم، میدیم بره تا آخر. بعد این خارم اینجا جا میزنیم. بعدش این قسمت دوم کلاج رو میذاریم. حالا من فشارش ندادم تا بره تا ته. یه دونه واشر تنظیم داره، واشر تنظیم میذاریم، اینو میذاریم اینجا. مهرش رو که آچار 16 میخوره سفت میکنیم، بعد سوکتش رو وصل میکنیم و میتونی استفاده کنیم.